ساکنان دهه یلدوش اشرف جماعت دهوتی قراتوق شهر ترکمنزاده جهت عملیگردانی سیاست سازنده رهبری عالی حکومت جمهوری تاجیکستان اسفالتپوش نمودن 4.6 کیلومتر راه نقلیات گردی دهه را ادامه داده ایستادند. در جریان این اقدام تمام ساکنان دهه فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه‌گذاری نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، مسئولین جماعت دهاتی قراتوق و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. ما ساکنان دهه یلدوش اشرف سابق قنبر تصمیم گرفته بودیم با سرداری من رئیس جماعت قراتوق قادرزاده عثمان سهم به واسطه رئیس شهر ترکمنزاده محترم اکرم زاده سپارش گرفته بودیم 4.6 کیلومتر همین راه دهه یلدوش اشرف تا راه مرکزی را تا سنتر راه مرکزی ترکمنزاده دوشنبه را اسفالت ما اسفالت علیه تیار کردگیم حاضر اینا اسفالت خوانده ایستادیم 6 تکنیک از حساب حکومت شهر ترکمنزاده 3 تکنیکای اسفالت میخواندگی ماشینای سم اسفالت دادن رحمت ساکنان ما در روسیه مهنت فعالیت کرده ایستادن در مهاجرت مهنتی هستند یاردم کردن ما اینا 4.6 کیلومتر اسفالت پوشانده قریب با آخر رسانده ایستادیم. باید تذکر داد که در جریان اسفالت پوش نمودن راه رئیس جماعت قراتوق عثمان قادرزاده شرکت نموده با ساکنان در سمت آباد و زیبا نمودن محلی زیستشان مینداری بیان نمود. موصوف بیان داشت که این همه کارهای آبادانی و سازندگی در نتیجه صاحب استقلالی وطن و فضای صلح و وحدت روی کار آمده امروزها با مرام ادامه دارد. در این برابر اهالی دیگر دهه‌های جماعت دهاتی قراتوق جهت عمل شوی چنین عملهای نیکوشایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محلی زیست خویش را آباد نمایند. ساکنان دهه یلدوش اشرف جماعت قراتوق منفرش کردن راه نقلیات گردی دهه‌شان را به پایان رسانیده مقصد دارند که کارهای ساختمانی را در مؤسسه تعلیمی ادامه دهند و بنای نوی تعلیمگاه را سری وقت به استفاده خوانندگان و آموزگاران سپارند.